ارزش او یکی از ضربات بسیار قدرتمند در ضربات مجزنی و هنرهای رزمی است. برای ضربه زدن خوک ما یک دوران انجام میدیم، ضربه میزنیم. دوران میتونه کوچیک باشه، میتونه بزرگ و میتونه بزرگ باشه، بزرگتر باشه نسبت به فاصله که داریم. ضربه پیچش نداره، فقط دوران داره و برای ضربه زدن از که ماهیچه پشت بازو بران استفاده میشه. برای تمرین حالت دستی میگیریم، اینجا گارد میگیریم و آروم با هر ضربه نفس رو میدیم بیرون. میتونیم دوران بزرگتر و بزرگتر کنیم. دست زیر بغل با چرخش. و با هر ضربه گارد حفظ. آپرکات هم یکی از ضربات مهم هست در بوکسینگ که ضربه از زیر با یک پیچش بسیار زیر که طرف بالا میره. برای آپرکات باز از زیر بغل و ماهیچه پشت بازو و ران استفاده میشه. برای تمرین آپرکات آروم با هر ضربه نفس رو میتونیم بیرون بریم. آپرکات میتونه بدون پیچش باشه و میتونه با پیچش باشه. پیچش مقدار قدرت ضربه رو بیشتر میکنه. خوب